یه از گریه مرد نوجوان میترسم، از گرگی به جای پادبان میترسم. ترسم نبود از آن که مرگم بیرسد یه از مردن به نام و نشان میترسم، یه از مردن به نام و نشان میترسم. بیننده عزیز، با شنیدن این سرود مرغلره‌دار شما پیخست نمودید که صحبت ما ادامه آن همان صحبت منطقی وابسته به ژانر فلک می باشد و این سرود مرغلره‌دار بار دیگر از آن درک می دهد که واقعا هم ژانر سازی آوازی فلک یکی از ژانرهای قدیمی ما می باشد و مؤسسه دولتی روزنامه جوانان تاجیکستان در ادامه آماده نمودن برنامه‌های خویش وابسته به جهانی شدن فلک امروز صحبت خاصه را با استاد هنرمند استاد چلاخان خالوف پیشنهاد شما خواهد گرداند. استاد عزیز، نخست شما را برای اشتراک در برنامه و برای پذیرفتن دعوت خوش آمدید میگیم و میخواستیم آغازگاه صحبت ما از همین سوال باشد که فلک و میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد گردید که واقعا هم یک واقعه تاریخی است و انا همین وارد شدن فلک و میراث فرهنگی غیرمادی بشریت می‌باشد در رشد و نموی آن همین ژانر سازی آوازی فلک چه تأثیری عمیقی گذاشته میتواند؟ تاریخ فلک برابر انسان است، شاید که فلک برادر انسان است. در راه سرا، دشت سرا، کوه سرا، نقشش همه جا به هر دل پنهان است. گفته است نورالله عارف، یا بسیار خوب هم گفته است. تاجیکستان موضع‌های زیادی دارد که در هر یک موضع تاجیکستان بر طرز خودشون فلک میخونند، فلک خوانی. باز یک بار تکرار هم شاید میگن که فلک ژانر موسیقی فلک تا حاضر پر هیچ کدام مختلفی نیست. همین فلک یکم کس از تحت دل من ندیدم که اون نامزد علم‌های مثلا شده باشد که درباره فلک کتاب نوشته باشد یا که دکتر علم ها شده باشد درباره که مثلا کتابی فلک برآورده باشد که مثلا دسترسی عموم شده باشد یا دسترسی دانشجویان مکتب هایی که دانشگاه فرهنگ هنرهای زیبای برادر میرزا ترزاده یا که با کنسرواتوار ملی تاجیکستان یا که در انسامبل فلکی در تاجیکستان بسیار حالی در همان وادی ها و ناحیه ها و ولایت ها تشکیل شده است. یعنی کتاب روی میزی هر یک هنرمند باید باشد. این چیز غیر هنرمند با شخصانی که باز فلک ذوق دارن، رغبت زیاد دارن، اونا هم از این خبر میشن. فرقش اینه که تو هنرمند باشی بعد فلک دونی. مردمی هست که از هنرمند زیادتر دیده درباره فلک یعنی معلومات دارد. فلک در تمام مناطق تاجیکستان سراییده میشود از قدیم الایام. مثلا یک موضوع است، یک قسمت در تاجیکستان، یک قسمت در افغانستان راغ نام دارد. یعنی فلک راغی بگویند که دیگر به دیگر قسمت های تاجیکستان این خاص نیست، فقط به همون موضع خاص است. فلک راغی تمام خواندن دیگری طرز دیگری خواندن فلک است. با قسمت های دیگری مثلا پایین‌تر فریم و بالاتر بریم اگر با طرزهای خواندن دیگری فلک میشنیم. اگر آدم قضاوت کند و اگر خود اگر درک کند اگر در حس میکند که برای چی این خیلی میخواند، برای چی این طرز میخوند. یعنی طرزهای گوناگون بودن فلک انجام در مثلا در موضعی که من زندگی میکنم در زادگاه ما مثلا کنگورت مثلا هنرمندان بزرگ گذشته است، مثلا از آن جمله کریمی شوش و چند مکتب هنری بوده است. و یک مکتب هنری بسیار پابرجا است که من اینا با خبر هستم خوب طرز خواندن سیهامی میگویند که وایم یک مکتب هنری بسیار پابرجا است و تا حاضر از ما استفاده میبریم، میخونم و چندین سرود خواندم به همین لحن، به همین طرز، به همین مکتب. استاد اینجا شما بسیار چند سبک فلک رو گفتید، میشه در همین هر یک سبک یک دو بیتی باشد برای بینندگان پیشنهاد؟ میشود، بله. مثلا طرز خواندن مثال
سیهامی ها گفتم و از روبایی ها میخوند نکی فلک است نکی شاخه فلک فلک گندش که چور چوری چور چور تبیمون نهد یما بتک کیار تا برده دیگران برده دیگران عشق باخته دیگران نروی مالچه بگی گریه بکن مثل زنان روی مالچه بگیر گریه بکن مثل زنان طرز خوندنی مثلا سیهامی است مکتبی هنری سیهامی همین طرز بخوند و طرز خوندنی کریم شوش با آواز کریم شوش بسیار گیرا بوده است بلند بوده است با همون تخلص شوش از همون جا گرفته است مثلا و طرز خوندن وزین تر است بسیار بلند دارد من یک چیزش من دریافت کردم با من همون هنرمندای کهنسال کنگر که در قید حیات نیستن خوندن من با یادم هست و بعضی وقت زمزمه میکنم و ثبت هم دارم اینا یه کوتالی بالام یا علت دراز آنا گاه بکرش میایی گاه بناز آنا یک باری دیگر اشارت خانه بساز آنا من دانم لبهای تو شبهای دراز کرتره پر کردی روی ماله در سر کردی خدکته کفتر کردی جگرمه ابتر کردی مرق قلندر کردی آی من برم در غماتین این با طرز خوندنی دیگری مثلا چه هست یعنی که به هر طرز میخوندن مثلا در وقتی خیرمنکوبی منداغ مایدیا الله مستمیار منداغ هم یا دوست و دیگر چیزا سر تا پا قریب فلک است وقتی که سالی خشکی می آمد و خیرمن و قدر حاصلی خوب نمیداد مردم زیق می شدن بعد چی میکردن راز نیاز خودشون با فلک میگفتن و در گرد خیرمن چرخ زدن سرآواز میخوان و مردمی در گرد بودگی سری آوازی رو میگیریم مثلا میخوان که خیرمن دارم که خط یک دانه میگیریم موی در لبی و بیروان لب تشنه میمیریم موی مایده یا مایده و جانی شیرینم مایده حیف زمینم مایده یا مایده گفتم خیلی سرودا میخوندن یعنی اینم فلک هست اینم مثلا وقتی درشان روبای زرافشان روبایی نیست این فلک زرافشان است این فلک است گفتم باز یک بار دیگر میگم که این فلک خوب اجرا میکند و در وادی زرافشان مردمی مسچاه مثلا من منتظرم یار میبرد پشتی مچید در دو عالمی یار در دلم خون پیچید نالو گهوارمی جنبونی یه پزما شدیم یه رو تنمی گردونی اینو مثلا فلکی وادی زرافشان است پیدایش فلک ما پیدایش همه آدمیزاد معروف است و با گذشت سالها زنگ سالهای طولانی چرا بحث این فلک در ملت ما باقی برای که موقع فلک منطقه هاش گوناگون بوده همه ژانرهای موسیقی منشأ گرفته است از چی؟ از فولکلور ایجادیات خلق همه ژانر موسیقی از همین که ما با یک بار دیگر میگم که این فولکلور ایجادیات یعنی etnografia ایجادیات خلق یک درخت بسیار پرقوتی است که ریشه‌هاش در زمین بسیار مستحکم دوندگی و تنی بسیار پرقوت دارد و شاخه‌هاش یک تا شش تاش فلک یک تا دیگرش استرادا و توریپ از همین منشأ میگیرد
میشد یک فلکی داشتی رو خبر فلکی داشتی ساز در هر سر قدم خونده هم میتونم فلکی داشتی جان او را که کلاهی پادشاهی بسر است یار بهوده حسد مبر که اهلی نظر است جان گر خالق این جهان ترحم نکنده یار کی بنده ای از خاک یه چونین معتبر است ژانر سنتی فلک استاد معلوم است که در ماورای تاریخ با بسیار زیادت‌ها روبرو شد و یکی از همصحبتان ما ذکر کرده بودند که یکی از سبب‌های زنده ماندن همین فلک این بود که وقتی هجوم می‌کردند به این سرزمین همون یک دهقان بود، یک مرد بود، زن بود، همون یک دوتار خود را گرفته به دشت می‌رفت و یک سبب زنده ماندن فلک همین بود. و نظر شما از میان این همه زیادت‌های تاریخی بیرون آمدن و تا امروز که جهانی شد چیز فلک رو جهانی کرد؟ پیشتر قسمت زیادی فلک از عذاب و شکنجه و وزنی روزگار صدا میداد. البته اونقدر تاخت و تازه اونقدر چی بود مردم همه همین سوز و گداز خود با فلک و با پروردگار با خدا و چی میگفت؟ به همین طرز فلک میگفت. مردم کجایی که میرفت و در بدشت و با کوه و با یگان جای پنهانی هم که میرفت همون دو تارکش فراموش نمیکرد، همراهش گرفته میبرد. برای که غم و اندوه و تمام سوز و گداز خود با همون چیز میبرآورد. یا که همنشینای خودش خیلی چی میکردن. برای همین ژانر موسیقی فلک هیچ وقت از بین خلق دور نشده است و چقدر که چی کاری گذشت هزار ساله که در این ژانر بزرگ شده تا امروز رسید. باز یک بار تکرار میکنم که امروز در 30 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چقدر مثلا انسامبل‌های فلک سرایان جمع شده در تمام ناحیه‌ها جمهوری انسامبل دولتی فلک مقام گرفت. در همه ناحیه‌ها در ولایت‌ها انسامبل‌های فلک هست وجود دارند چی دارند. یعنی که فلک در 30 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ما رشد یافت. من باور دارم که حاضرم مثلا ما از این چی باید قناعتمند نباشیم. باید که فلک خوبتر نستر با فکرهای نو با طرزهای نو با ذهنی تازه نو با فلک آموزیم. فلک علم است. این علم باید که ایخود کرد از تحت دل همه نازک‌های فلک آموختن در کاره چی کردن با تمام هم برای مردم تاجیکستان و بر تمام دنیا باید معرفی کرد فلک. به نهایت خوب است و در احیای همین ژانر سنتی فلک سهم پیشوای ملت محترم امید رحمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ من گفتم پیشتر از اینم باز میگویم که در 30 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ما اگر قسمتی همه ساحه‌های خواجه خلق ترقی کرد یکی اگر فرهنگ اگر ما مثال بیاریم اگر خب با دو چشم خودمون دیدیم دولتی شدن انسامبل شش مقام دولتی شدن انسامبل فلک آیا این خدمت نیست؟ در تمام جمهوری خانه‌های فرهنگی و چی شده شدن نیست؟ مثلا در تمام دانشگاه‌ها و کالج‌های موسیقی شده شدن یعنی شعبه‌های شش مقام خوانان فلک خوانان یا که در تمام ناحیه‌ها پیدا شدن انسامبل‌های فولکلوری انسامبل فلک شش مقام این خدمت نیست؟ انا خدمت همین خدمت پیشروی ملت است. بهترین استاد من همین ژانر سنتی فلک جوانای ما رو تربیت کرده میتونم. فلکی که پیشتر میخونم گفتم فلک مایوسی فلک چی میگن دل به زندگی از زندگی خنک شدگی یعنی که ساز و راز و همان سوز و گداز خودش در اون فلک میگفت. امروز فلک شادیانه میگیم و جوانان میتونن خوانند که از همین تمامی چی میگن استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان از وحدت ملی ما از همین
اینقدر بایگری دولتی ما از پیشرفت دولتی ما از شکوفایی دولتی ما باید فلک خونن چرا تربیت نمیکرده است تربیت میکند تربیت همه وقت موسیقی و سرود تربیتگر انسان بودند به شرطی که شعری بلند باشد سخنی بلند باشد و مردم البته تربیت میکند تربیتگر است این چیز استاد شما بیشتر با فولکلور نزدیک دارید و بسیار سرودهای شما با فولکلور نیز نزدیک است و میگفتید که فولکلور و فلک بین هم چی پیوستگی دارند ایجاد خلق ایجاد خلق فولکلور etnografia یگان عضو جدا نشونده فلک است فلک هم در داخل این فلک زندگی میکنه با همراه اینا همش پیدا شد از همین با یک گروه میگم که از همین منشأ گرفتگی است همه ژانرهای موسیقی از اون جمله فلک هم من قسمت زیادی ایجادم اول در دوره جوانی هم بود از فولکلور etnografia خلق سرودهای بسیاری خوندم و در بین مردم با سرودهای فولکلوری هم مشهور شدم مثلا سرود قاشق تراش قاشق بتراش سرودی مثال بازوبندم رو بیده سرودی مگامه سرودی کدودونه سرودی بو کچکولا سرودی چند نمودی هم بخاطر نقش قولین سرودی لبی دریا همین ما بسیار خوندم لیکن در داخلی هم در بعض چیزی خودم فلکم بسیار خوندم برای که اینا از یکدیگر جدا شوندن نیستن جدا نمیشن هیچ وقت این موسیقی ازم با هم دیگر بسیار نزدیک است از اینش منشأ میگه اینش بوی میکند و وقتای اخیر فلک هم بسیار خوندم چندین نمودی فلک خوندم فلکی دشتی هم خوندم فلک زینه بزینه فلک گلفشان فلک های دیگر جا خوندم بسیار آموختم گشتم دیدم لیکن فلکی در وقتهای اخیر رو آوردم یعنی راه و روش خودم کمتر دیگرتر هم کردم مثلا زیادتر رو آوردم به غزل رو آوردم به غزل با غزل های بسیار بلند از رودکی و حافظ بیدل سعدی و جامی و فانی و مثلا حاجی حسین و طغرل و مولانا خال محمد خسته و از دیگرها هم اینا را خوندم بهترین استاد و سوال آخرین ما و امروز که فلک ما از جامعه از جانب یونسکو شناخته شدن که جهانی شد در آینده بهر تحکیم بخشیدن رشد بخشیدن و تا ابد زنده نگاه داشتن ژانر سنتی فلک هنرمندان چی رسالت دارن چی مسئله این رسالت در دوش هر یک هنرمند است و از اون جمله به دوش انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون رادیو و انسامبل های فلکی که در ولایت ها هستند و با هر یک هنرمندی که فلک سرا است همه هنرمندای فلک سرا در یک انسامبل دولتی فلک جمع شدن نمیتونند برای بسیاری میخونن هنرمند بسیاری است که فلک میخونن هنرمندای ممتاز هستند بسیار بزرگند اونا و همه رو وادار میکنه که یعنی که با فلک خوبتر آموخت از گذشته فلک از تاریخ فلک باید که باید دونیست استاد عزیز تشکر زیاد برای اشتراک در برنامه و بینندگان عزیز در مهمانی ما حضور داشتند هنرمند استاد چلخان خلوف و ما برنامه امروزه خود را با یک سرود از جانب استاد حسن انجام میبخشیم تا دیدار نوبتی خیر تشکر سلامت باشید کی را در شهر برگویم غمی دل کی آمد در دو عالم محرمی دل دارم همیشه همدمی غم غمی دارم همیشه همدمی دل دارم همیشه همدمی غم غمی دارم همیشه همدمی دل غمی دارم همیشه همدمی دل